من یه مدت طولانیه که با این شرکت کار میکنم. حدود 6 سال. به خاطر سابقه کاری که دارم نسبت به بقیه همکارام ارشدیت دارم. شرکت ما اخیراً یه قرارداد جدید برای یه ساختمان بزرگ دولتی گرفته. جایی که این ساختمان قرار داره خیلی عجیبه. نمیخوام دقیق بگم کجاست، ولی واسه اینکه یه دیدی پیدا کنی بگم که تقریبا وسط ناکجا آباده. اینجا یه ساختمون گول‌پیکر 6 طبقه است که دور تا دورش پارکینگه. دور پارکینگ هم یه فنس فلزی است به ارتفاع 3 متر با سیم خاردار روش کشیده شده. فقط یه راه ورود و خروج داره. اینجا کاملا با جنگل احاطه شده و تا چندین کیلومتر دور و برش هیچ ساختمون، خونه یا نشونه دیگه از تمدن نیست. به خاطر ارشدیتم میتونم خودم شیفت ها و روزهای کاری رو انتخاب کنم. معمولا صبح یا شب کار میکنم و آخر هفته یا پنجشنبه و جمعه ها رو تعطیلم. ولی متاسفانه چند ماه بعد از شروع این قرارداد جدید برای شیفت شب مشکل پیدا کردیم. مخصوصا شیفت شب آخر هفته ها. تو شیفت شب آخر هفته یعنی از جمعه تا یک شنبه فقط یه نگهبان باید باشه. راستی اینم بگم که همه نگهبانا تو همه شیفتا مسلح هستن. خلاصه چون نمیتونستن کسی رو تو شیفت شب آخر هفته نگه دارن، از من خواستن تا استخدام نیروی جدید شم. من شیفت شب آخر هفته رو کار کنم و اضافه کاری بگیرم. راستش رو بخوای میتونستم بگم نه، ولی الانم پشیمونم که نگفتم. اما اون موقع به پول اضافه کاری نیاز داشتم چون میخواستم برم یه آپارتمان جدید. پس قبول کردم. 2 هفته اول خوب بود، مشکلی نبود، چیز عجیبی هم ندیدم. اما اتفاقی که آخر هفته سوم افتاد باعث شد از تصمیم برای اضافه کاری پشیمون شم. شب شنبه بود، حدود ساعت 2 صبح. بیرون طوفان خیلی بدی بود. من تو اتاق کنترل دوربین ها بودم که تو طبقه آخر ساختمان قرار داشت. این اتاق یه پنجره داشت که به پشت پارکینگ مشرف بود. تو اتاق 3 تا مانیتور بزرگ بود که فید زنده دوربین های مداربسته ساختمان و پارکینگ رو نشون میداد. چراغ‌ها رو خاموش کرده بودم و داشتم با گوشی فیلم می‌دیدم و با گیم بوی بازی می‌کردم. یه مدتی نشسته بودم. بلند شدم تا یکم کش و قوس بیام و راه برم. داشت خوابم می‌گرفت. واسه همین فکر کردم برم پایین سالن از دستگاه وندینگ یه نوشیدنی انرژیزا بگیرم. بعد از اینکه یک کم تو اتاق راه رفتم سمت پنجره و از بین پرده ها بیرون رو نگاه کردم. باد و بارون شدیدی می‌وزید و آشغال‌ها رو اینور و اونور می‌کرد. تقریبا داشتم از پنجره دور می‌شدم که یک دفعه یه رعد و برق زد و اطراف فنس رو روشن کرد. درست همون لحظه یه سایه رو دیدم که با سرعت از یه درخت به یه درخت دیگه جهید. فاصله‌شون حدود 6 متر بود. همونجا موندم و از بین پرده ها و به اون سمت خیره شدم. منتظر یه رعد و برق دیگه تا ببینم دقیقاً چی بود یا اینکه چشمام داشتن اذیتم می‌کردن. بعد از چند ثانیه دوباره رعد و برق زد. این بار چیزی کنار یا اطراف درختی که دیدم سایه به سمتش حرکت کرد. ندیدم. اون موقع بود که با خودم فکر کردم احتمالاً چشمام از خستگی دارن گولم میزنن. پنجره رو ول کردم و رفتم پایین سالن و یه نوشیدنی انرژیزا گرفتم. سری همشو خوردم به امید اینکه زود اثر کنه. تا برگشتم اتاق کنترل 5 دقیقه بیشتر طول نکشید. همین که برگشتم بلافاصله متوجه شدم که فیت یکی از دوربین ها قطع شده. این دوربین مربوط به پشت پارکینگ بود که پنجره به اون سمت بود. رفتم سمت پنجره و از بین پرده‌ها تو مسیر دوربین نگاه کردم. دوربین رو دیدم که از سیم‌هاش آویزون شده و تو باد تکون می‌خوره. با خودم فکر کردم حتما باد شدید کندتش. نشستم پشت میزم، گزارش شب رو ثبت کردم و برگشتم سر کار قبلی. چند دقیقه گذشت. داشتم فیلم می‌دیدم که صدای آلارم سیستم رو شنیدم. این صدا وقتی میاد که کسی داره وارد قسمتی از ساختمون میشه که نیاز به وارد کردن کد داره. نگاه کردم به مانیتور اصلی و رفتم تو صفحه‌ای که نقاط دسترسی ساختمون رو نشون میداد.
دیدم یه نفر داره به نقطه‌ای که تو پشت ساختمون و پارکینگ پشتی دسترسی پیدا میکنه. همون لحظه یه لرز از ستون فقراتم گذشت، چون فهمیدم یه نفر بیرونه. از اون سایه مشکوک تا دوربین قطع شده و حالا هم دسترسی به رمز. هر کی بود کد رو داشت، چون وارد شد و سیستم چراغ سبز رو بهم نشون داد. با خودم فکر کردم نمیتونه یه کارمند یا نگهبان دیگه باشه. اگه کارمند بود ما یه اطلاعیه‌ای داشتیم که میگفت کی میاد و کدوم قسمت ساختمونه. میدونستم نگهبان هم نیست، چون باید خبر داشتم. تلفن رو روی میزم برداشتم و به پلیس زنگ بزنم، ولی تلفن قطع بود. نگاه کردم به گوشی خودم که معلومه سرویس نداشت. با خودم فکر کردم بهترین کار اینه که تو سالن راه برم و سعی میکنم روی گوشیم آنتن بگیرم. از اتاق کنترل اومدم بیرون و تو سالن شروع کردم به حرکت به سمت پله‌های خدماتی، در حالی که داشتم به گوشیم نگاه میکردم و امیدوار بودم آنتن بده. همون لحظه که داشتم به گوشی نگاه میکردم برق کل ساختمون قطع شد. چون نزدیک پله‌ها بودم سریع تصمیم گرفتم بدوم پایین به لابی جلویی و از در فرار کنم سمت وانت خودم. رفتم سمت راپله و در رو باز کردم. اونجا تقریبا تاریکی مطلق بود. تصمیم گرفتم از تاریکی به نفع خودم استفاده کنم و آروم از پله‌ها پایین برم. حد زدم این آدم که برق رو قطع کرده حتما تو اتاق ژنراتوره که تو زیر زمین بود. زیر زمین فقط یه طبقه پایینتر از لابی بود و ژنراتورم زیاد از راپله دور نبود. به طبقه 4 رسیدم که یه دفعه شنیدم یه در توی طبقه پایین پله‌ها باز شد. همونجا وایسادم. میدونستم که مسلحم، ولی با خودم فکر کردم با این که آموزش دیدم فکر نکنم آماده باشم به کسی شلیک کنم. داشتم دعا میکردم که کار به اونجا نکشه. همونطور که تو فکر بودم صدای قدم‌های سنگین رو شنیدم که داشتن از پله‌ها بالا می اومدن. وقت تلف نکردم و سریع نقشه جدید کشیدم. تصمیم گرفتم برگردم و تا جایی که میتونم سریع و آروم برم بالا، به همون طبقه 6 که ازش اومده بودم. بالای پله‌ها چند متر جلوتر از در یه نردبون است که میره به دریچه روی پشت بون. میخواستم برم بالای نردبون درست قبل از اینکه دریچه رو باز کنم و تو اون تاریکی مطلق قایم شم تا ببینم چی میشه. همین که برگشتم اصلا هم خور به نرده فلزی راه بله و صدای بلندی داد. من خشکم زد و اون قدم‌های سنگین هم وایسادم. چند ثانیه گذشت و بعد شنیدم هر کی بود با تمام سرعتش داشت از پله‌ها بالا می‌دوید. منم با تمام سرعتم دویدم بالا، انگار زندگیم بهش بستگی داشت. همین که رسیدم بالای پله‌ها، درست قبل از اینکه از دری که ازش اومده بودم رد شم، یه فکری به سرم زد که یه حواس پرتی سریع ایجاد کنم. سریع و محکم در رو باز کردم و بعدش دستگیره رو ول کردم و گذاشتم خودش با صدای بلند بسته بشه. بعدش دویدم سمت نردبون و ازش بالا رفتم. با این کار میخواستم اینطور به نظر برسه که از در بیرون دویدم. فقط چند ثانیه وقت داشتم که خودم رو بالای نردبون جا بدم. اون مرد که با صدای در حواسش پرت شده بود بدون اینکه به اطراف نگاه کنه در رو باز کرد. دوید تو سالن و در سنگین پشت سرش بسته شد. اون موقع بود که فرصت رو دیدم. از نردبون پریدم پایین، یه سقوط 3 متری و با یه صدای محکم پاهم به زمین خورد. دویدم سمت پله‌ها. مرد حتما صدای فرود منو شنید، چون به زور یه طبقه پایین رفته بودم که شنیدم در دوباره باز شد و صدای قدم‌هاش دنبال من می‌کوبید. هر دومون با تمام سرعت می‌دویدیم. من تونستم تمام مسیر رو یک طبقه جلوتر از اون ببینم. وقتی رسیدم به لابی شانس یهو بام یار شد. پشت سرم یه صدای بلند شکستن اومد. بعدش یه صدای جیغ درد. مطمئن نبودم ولی فکر کنم مرد پاش لیز خورده و تو پله‌ها افتاده بود. معطل نکردم که مطمئن بشم. از در پریدم بیرون. مستقیم دویدم سمت ورودی و با کلیدم قفلش رو باز کردم. خوشبختانه من همیشه وانت رو نزدیک پارک می‌کردم. باد زوزه می‌کشید و بارون می‌بارید. دکمه رو زدم که موتور روشن بشه و درها باز بشن. در حالی که داشتم تو پارکینگ میدویدم. پریدم تو وانت، دنده عقب گرفتم و درست همون لحظه دیدمش. سر تا پا سیاه پوشیده بود، صورتش زیر ماسک و کلاه پنهان بود. از ساختمون زد بیرون و داشت میدوید سمت ماشینم. دنده رو محکم انداختم و تو حالت حرکت گاز دادم.
لاستیک ها جیغ کشیدن و از پارکینگ رفتم به بیرون و تو جاده فرعی. وقتی تقریبا رسیدم به جاده اصلی گوشیم آنتن داد. بلافاصله به پلیس زنگ زدم. اونا حدود 15 دقیقه بعد رسیدن. منم باهاشون برگشتم ساختمون. همه چیز رو بهشون گفتم و هم برای اونا و هم برای شرکت گزارش نوشتم. کل ساختمون رو اطراف رو گشتیم ولی هیچی پیدا نکردیم. ترسناکترین بخش وقتی بود که پله ها رو چک کردن. ظاهرا وقتی اون مرد افتاده بود یه چیزی از دستش افتاده بود. پلیس یه سلاح کمری نیمه خودکار پر و بدون مجوز پیدا کرد. تا امروز هیچ کس نمیدونه چرا یه نفر باید به اون ساختمون نفوذ کنه. اونا اونجا هیچ چیز خاصی نداشت جز اینکه ملک دولتی بود. به هر حال من فقط خدا رو شکر میکنم که اون شب شانس با هم یار بود.